سلام بچه ها، خوش اومدین به این ویدیو. داخل این ویدیو قراره که به همه سوالات شما جواب بدم. پس قبل از اینکه بریم واسه جواب دادن سوالاتتون لایک و ساب رو بزن. اول دمت گرم که ساب و لایک کردی و من کلا کاراکتر یا مثلا وقتی مود میخوام بریزم از برنامه ادانس استفاده میکنم. باورت نمیشه که چقدر درآمدم از یوتیوب زیاده. البته 0 ریال. آرزوم اینه که چنلم مثلا بالای 100,000 تا بشه، ولی فکر نکنم بشه. خب بریم واسه سوال بعدی. واقعا از این سوال خیلی خوشم اومد. به غیر از ماینکرافت، کال آف دیوتی موبایل با ای فوتبال بازی میکنم. من همین چند روز پیش 15 تیر ماه 13 سالم شد و الان داخل 14 سالم و ندارم. چشم، چرا که نه آقا محمد گل. من اهل خوزستانم. فامیلی رو دیگه کاری نداشته باشیم، ولی گفتم که 13 سالم. گفتم که همون کال آف دیوتی و ای فوتبال زیاد به غیر از ماینکرافت بازی میکنم. به نظرم تا الان بهترین سوالی که پرسیده شده اینه: مسی یا رونالدو؟ 100% رونالدو. مسی عالیه، رونالدو عالیه، اما حالا دیگه مثلا هر کی نظر خودشو داره. فیس ریویل؟ نه، فکر نکنم. درآمد از یوتیوب 1 ریال هم تا الان نگرفتم. ولی بچه‌ها مثلا شاید بعضیا مثلا یه سال و چند بار پرسیده باشن، ولی میخوام مثلا که به کسی بی احترامی نشه، همه مثلا کسایی که سوال پرسیدن جوابم حتی تکراری باشه یا نباشه. سوال بعدی واقعا سوال عجیبی بود. میشه بگی برایش توی روبیکا زیاد فالوور نداره؟ اصلا من توی روبیکا چنل ندارم، کانال ندارم که بگیم فالوور زیاد ندارم. منو پین کن داداش، چند سالته؟ لایک و ساب کردم. دمت گرم که لایک و ساب کردی، پینت هم کردم، گفتم که 13 سالم. خب بریم واسه سوال آخر. داداش فیس ریویل میکنی؟ داداش دوست دارم بکنم، ولی حس میکنم یه حسی بهم میگه که شاید مثلا دیگه چنلم نگیری یا مثلا کسی حمایت نکنه. اگه تا اینجای ویدیو اومدی ولی ساب و لایک نکردی، انصافا دیگه ساب و لایک کن که به همه سوالاتتون جواب دادم. و اگه میخواین که مثلا یه لانگ ویدیوی دیگه درست کنم، داخل کامنت ها بگین که درباره چی باشه. تا ویدیوهای دیگه، خدافظ.